سلام دوستان، خسته نباشید. ببخشید یه سوالی داشتم. میخواستم ببینم بین شما دوستان کسی هست که توتی برزیلی داشته باشه، جوجه تخم گذاشته باشه، جوجهش در اومده باشه، راهنمایی میکنه که چجوری نگهداری کنیم از این جوجه ها. ما پرندمون الان یه 20 روزی میشه رو تخم نشسته دیگه. چند وقت دیگه جوجه هاش هم فکر کنم باید در بیان. یه راهنمایی به من بکنید دوستایی که سابقه نگهداری از توت برزیلی دارن. ببینید چجوری ما باید از این جوجه ها نگهداری کنیم، چی باید بهشون بدیم. اصولا سرلاکه جدا کنیم از مادر یا نه پیش مادرشون باشن. ممنون میشم ازتون.